درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه عزیزانم. قراره بریم به تاجیکستان زیبا. به چه مناسبتی؟ به مناسبت اینکه یه عده اونجا عزیزان ایرانی مشغول به فعالیت‌های تجاری و هنری و ادبی و این کارا هستن. بریم و این گزارش بسیار زیبا و جذاب رو در تاجیکستان با هم ببینیم. امیدوارم که تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. در دوره تطبیق استراتژی رشد سیاحی برای دوره تا سال 2030 جهت تامین رشد ساحه سیاحی، معرفی شایسته امکانیت‌های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، جلب سرمایه و اینفراستراکتور سیاحی در ولایت سوخت کارهای نظررس به انجام رسانیده شدند. طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصاً پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، در ولایت سوخت شرایط‌ها برای سیر و سیاحت سیاحان داخلی و خارجی اینفراستراکتور ضروری باغ و گلگشت‌ها بنیاد گردیده طبق نقشه مقرر گردیده با شرکت‌های وطنی و خارجی خریدای سیاحی شهر و ناحیه‌های ولایت پیشکش می‌گردد. در عرفه نوروز بین‌المللی 2025 تنها از جمهوری اسلامی ایران بیش از 2000 نفر سیاحان به جمهوری تاجیکستان آمده در این عید اجدادی مردم اوریان نژاد اشتراک نمودند. بعد اشتراک و تماشای تنتنه‌های نوروزی در دوشنبه شهر، سیاحان این حتی این درفش کاویانی رو به صورت گلم در آوردنش چقدر قشنگه. آره دیگه، داره از اون پیش زمینه‌هایی که نیاز داره برای جلب توریست که قطعا تاجیکستان دارتشون، چون از لحاظ فرهنگی، هنری، بافت، ساختار داره، ولی مراکز نیازه که بیشتر مثلا جذاب کنه اون قضیه رو. فکر کنم در مورد اینها یه پلن‌های جدیدی داره. اشتراک نمودند. بعد اشتراک و تماشای تنتنه‌های نوروزی در دوشنبه شهر، سیاحان از جمهوری اسلامی ایران به ولایت سوخت آمده با مکان‌های تاریخی، مؤسسه دولتی، آثارخانه ولایتی و باغ کمال خوجندی شناس شدند. خیلی خوبه، من که خیلی دوست دارم چون همزبونیم، با هم خیلی بهتر ارتباط برقرار می‌کنیم، ولی باز هم خیلی بهتر از کشورهای دیگه که باشون ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم، اینجا خیلی بهتره. با گفته سیاحان ایرانی که قسمی از آنها باری اول به تاجیکستان آمدند، هیچ باور نداشتند که تاجیکستان صاحب استقلال را این گونه زیبا و دلربا و امن می‌بینند. همونطور که میدونیم این شهری بوده که در واقع قدمتی بسیار زیاد داره و در سال 2020 در واقع جشن 2500 سالگی این شهر گرفته شده و این خودش نشان از قدمت بزرگ و زیاد این شهر رو به ما میگه. همونطور که من میدونم رئیس جمهور محترم تاجیکستان در سال 2023 9 المان رو به سازمان یونسکو جهانی عرضه کردن و این بسیار باعث افتخار بود و ما اینو کامل تو موزه ملی تاجیکستان شاهدش بودیم و دیدیم که اون سندهایی که در واقع بین خود تاجیکستان و خود اون یونسکو امضا شده بود و بسیار افتخار بود که در تاجیکستان در واقع تلاش میکنه که این فرهنگ و سنت ایرانی رو به جهانیان بشناسونه. مصاحبه دیگری ما میان‌داری خود را به سران دولت‌های دو کشور همزبان تاجیکستان و ایران بیان نمود و اضافه کرد که ما مردم ایران زمین افتخار از آن داریم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شخصا مردم ایران را به تنتنه‌های نوروزی دعوت نمودند. ما یک سفر ولی واقعا کار قشنگی بوده، یعنی پایه‌گذاری یک رسمی شد که دیگه فکر کنم ابدی باشه، چون جشن نوروز که یک استارت شاید مثلا بشه برنامه‌های دیگری، فستیوال‌هایی که به تقویم و تاریخ دو کشور مربوطه. و این مهمترین نکته بود که اون خواهر اولمون گفت، راحت توریست اونجا. میدونین همزبانی خیلی مهمه. درسته خیلی از به انگلیسی مسلطن، هر جا میرن با زبون ولی خب همه افراد اون کشوری هم که میری ممکنه انگلیسی بلد نباشن. این بده، ولی این چیز خیلی راحتی دیگه، این حس راحتی خودش. سفر 5 روزه به تاجیکستان داشتیم، از شیراز ایران اومدم اینجا. باعث افتخاره که اینجا هستم. تاجیک ها برادران ما هستند. بسیار بسیار خرسند هستم که نوروز رو در اینجا بودم و در کنار شما جشن گرفتیم. آیین شما بسیار به ما شبیه. تمام چیزهایی که در مورد تاجیکستان و جشن نوروز در ذهن داشتم رو اینجا دیدم و بسیار بسیار خوشحال شدم که اوقات خیلی خوبی رو در خوجند و دوشنبه گذروندیم. بسیار زیبا بود، مهمان نوازی بسیار خوبی از ما داشتن. من از شهر تبریز ایران هستم و من حتی اسم خوجند رو قبلا نشنیده بودم و الان متوجه شدم که خوجند و تبریز از طریق علماشون، عرفاشون و بزرگانشون ارتباط خیلی نزدیکی رو با هم دارن. حتی ما یک خیابان در تبریز به اسم دو کمال داریم که گویا کمال خوجندی
یکی از اون کمال ها بوده و مقبره کمال خوجندی هم در تبریز پارک خاقانی ما قرار داره که من زیاد آشنا نبودم. از اینکه تونستم در عید نوروز 404 اوقاتم رو در تاجیکستان بگذرونم خیلی خوشحالم. چیزی که برای من خیلی مهم بود احترام، حرمت و ارزشی بود که مردم تاجیکستان به ما ایرانی ها قائل بودن. تماشای قلعه تاریخی خوجند برای سیاحان 98 نفره ایرانی دنیای قشنگ دلت کشید یعنی اصلا از چهرهت فهمیدم از نبودی که دوست داشتی. سالهایی که به هر حال داریم ریاکشن میریم روی کشور افغانستان و تاجیکستان، واقعا هر ولایتی، هر طبیعتی، هر جای دیدنی و تاریخی که میبینم میگم ای کاش بشه که یک بار ما بتونیم این دو کشور رو بریم و ببینیم از نزدیک. انشالله به زودی. نو در تاریخ سیاحی آنها بود و گفتی برخی از مصاحبان چونی زیبایی رو باری اول میبینند. همین که میبینم ملت شریف تاجیکستان میخوان فرهنگ آریایی ما رو همینجور پویا نگه دارن، خیلی خوشحالم و چیزهایی که من اینجا دیدم جز مهربانی، صداقت و صمیمیت از مردم من چیزی جز این ندیدم. بسیار خوشحال هستم و که دیدم فرهنگ نیاکان ما اینجا پاسداری میشه و این باعث افتخار ما هستش. والا من هر کس که میبینم به طور قطع و یقین از این همه زیبایی، قشنگی، شهر زیبا، هوای خوب، این چیزهایی که واقعا مثلا اینجا دیدم، هوا به این تمیزی، به این زیبایی، به این سرسبزی حتما تعریف خواهم کرد. ضمن نواربرداری گزارش سیاحان یکی به عکس برداری دیگری باشد تکرار و با تکرار از تاریخ قلعه خوجند و نقش و نگار آن پرسان میشد. تاجیکستان مثل یک عضوی از بدن ما ایرانیان هست. در هر جای دنیا که باشیم حوزه تمدنی نوروز حوزه‌ای هست که همه این باشندگان و مردمان این سرزمین ها رو به هم پیوند میده و خیلی خوشحال هستیم که در سال جدید تونستم که در تاجیکستان باشم و با مردم تاجیک ارتباط داشته باشم. همیشه دوستدار این بودم که بیام و اینجا رو از نزدیک ببینم و خوشبختانه رشد و توسعه این کشور هم بسیار خوب بوده در کنار ارتباطات بین المللی که داشته با همه دنیا و منادی صلح بوده در این منطقه و خیلی خوب توانسته. این کلید موفقیت تاجیکستان توی این منطقه دقیقاً آسیای میانه‌ای که هست حتی تا خاورمیانه، این همین در واقع این که همیشه ندای صلح داده، هیچ وقت و نشون هم میدن توی رفتار و کردار، یعنی یک شعار ساده نیست. کشور یعنی از لحاظ نظامی هم تلاش داره میکنه که قدرتشو زیاد کنه، ولی این کشورگشایی نیست، یعنی قدرت دفاعیش رو در واقع بالا میبره و این خیلی مهمه که این وقتی شما صدای صلح میدی توریستا میان، یعنی اونجا امنیت وجود داره. موجبات رشد و توسعه این کشور رو فراهم بیاره و مردم رو من خیلی شاد دیدم. امیدوارم که این تبادلات فرهنگی خیلی بیش از این ادامه پیدا کنه. خیلی دوست داشتم مردم تاجیکستان و رسم و رسومشون خیلی زیبا بود، لباساشون خیلی قشنگ و همگی با لبخند به ما نوروز مبارک میگفتن و تو جشنشون شرکت کردیم. در شهر دوشنبه اومدیم قلعه خوجند، تالار خوجند رو بازدید کردیم. تالارهای مختلف تو قلعه خوجند، تالارهای بسیار زیبا، تالار نقاشی، تالار شعرا و کمال خوجندی که یکی از شعرای شهر خوجند بوده ولی تو تبریز به خاک سپرده شده. نقش و نگاری تالار و حولی ها و داخلی خانه ها که بازگوی تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیک است دقت هر یک آنها را بیشتر جلب میکرد. یکی گفت که بعد این سفر باز به تاجیکستان با عائله و دوستانم برمیگردم، دیگری باشد آرزوی شهروندی تاجیکستان را میکرد. حتی اگر قسمت بشه میخوام به هر نحوی شده اصلا بیام ساکن تاجیکستان بشم. کشوریه که دوست دارم اگر منو بپذیره من ساکنش باشم. زبان فارسی به اصطلاح ایران و تاجیکستان خیلی به هم نزدیک کرده و این مهمان نوازی که مردم
تاجیکستان داشتن باعث شده که ما خیلی به هم دیگه نزدیک‌تر بشیم. از آقای رئیس جمهور تاجیکستان واقعا باید تشکر کرد که این کشور رو انقدر خوب ساخته و انقدر آباد ساخته. مردم اینجا هم از رئیس جمهورشون خیلی راضی هستن و ممنونش هستن. با گفته نماینده شرکت سیاحی جمهوری اسلامی ایران، امروز با شرکت او تنها 45 نفر که 2 ماه قبل نامنویس شده بودند به تاجیکستان آمدند و خواهشمندان خیلی زیاد است. امسال خیلی زیاد بود، یعنی من تقریباً 2 ماه پیش بلیت پرواز رو اوکی کردم، هتل رو گرفتم و 1 ماه پیش که مسافر داشتم هر کاری کردم نتونستم پرواز بگیرم، نتونستم هتل بگیرم. اگه که امکاناتش بیشتر باشه، جوری که من بتونم مسافر بیشتری بیارم به تاجیکستان، خیلی بهتره. امنیت تاجیکستان رو من خیلی ازش لذت بردم، اصلا نگران این نبودم که الان تو خیابون بخواد گوشی منو مثلا یکی بدزده یا کیف منو بخواد بزنه. اینا برای من خیلی ارزشمند بود و واقعا تشکر میکنم از دولت تاجیکستان که این عید زیبای باستانی رو، عید نوروز رو که باعث همبستگی بین فارسی زبان ها میشه، اینجا گرد هم آورده، یه مراسم خیلی زیبا رو درست کرده. ما اومدیم و از این برنامه لذت بردیم. من مطمئنا سال آینده دوباره هم خودم میام برنامه رو. مورد به ذکر است که عین حال در شهر و ناحیه‌های ولایت 43 شرکت سیاحی و 2 تشکیلات جمعیتی فعالیت می‌برند. 93 سوبیکت خدمت رسانی سیاحی از جمله 64 مهمانخانه، 19 آسایشگاه، 2 مرکز معالجوی، 4 درمانگاه طبابتی استحصالی، 4 لاگر، 1 خانه و 1 بازه استراحتی با گنجایش زیاده از 7000 جای، 24 آثارخانه و 1190 یادگاری تاریخی و فرهنگی، 97 زیارتگاه، 132 مغازه فروش ارمغان‌ها، 22 باغ فرهنگی و فراغتی و زیاده از 1200 نقطه های خوراکی عموم از قبیل قهوه‌خانه، آشخانه و چایخانه در شهر و ناحیه‌های ولایت به سیاحان داخلی و خارجی خدمت می‌رساند. قدرت‌الله رحمت‌الله دلیر علی شیرزاده. اخبار. مرسی. خیلی قشنگ بود. خیلی هم قشنگ با زبان اصلی تاجیکی برامون صحبت کرد و لهجه خودشون و چقدر خوبه که این بسترها داره بزرگتر میشه. قطعا سالهای آینده تعداد خیلی بیشتر از اینا از ایران و کشورهای دیگه، چون تاجیکستان یک جاییه که فقط درسته ما عاشقشیم چون مثل همیم، ولی قطعا برای بقیه مردم دنیا هم میتونه جای بسیار خوبی ما توی تیک تاک هم که با زاکر جان به هر حال لایوی میرفتیم و صحبت میکردیم، خیلی تعریف میکردن از ایام نوروز در تاجیکستان که حسابی اون ولوله و شادی و حسابی لذت بخش هست و دعوت کردن که بیایم و اینکه انشالله که قسمت بشه. هم افغانستان هم تاجیکستان. خواهران عزیز رو داریم در تاجیکستان، میایم یه روز انشالله. دمتون گرم، قربون شکل ماهتون بشم، ماچ به کله هاتون. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.